به نام خدا. سلام، بهار هستم از کانال نورسنا. امروز اومدم با این طرح زیبای دستگیره عروس پسند ببافیم و از بافتنش هم لذت ببریم. برای بافت این دستگیره من از نخ سوپر نوموتا و قلاب شماره 2.5 استفاده کردم. کار رو به صورت 2 لایه بافتم. اگر که این کار رو در سایز بزرگتر و به صورت 1 لایه ببافید میتونید به عنوان دستمال آشپزخونه ازش استفاده کنید. همچنین با ست و کد رنگ شما میتونید از این بافت زیبا به عنوان اسکاچ استفاده کنید. از کاربردهای دیگه این بافت اینه که میتونید به عنوان جانماز، فرشینه و یا یک کیف آویز کوچک هم استفاده کنید. ممنون میشم که تا پایان آموزش همراهیم کنی و اگر از این آموزش خوشت اومد با لایک و کامنتات از این ویدیو حمایت کنی. با یک گره ساده آغاز میکنم. در ادامه 6 تا زنجیره میزنم. از داخل زنجیره اول قلاب رو وارد کنید و یک بست بزنید. در ادامه 2 تا زنجیره میزنم که به اندازه پای بلند ناقص هستش. یه نخ بندازید روی قلاب رو وارد حلقه کنید و فقط 2 تا حلقه اول رو یکی کنید. باز یک نخ بندازید و ابتدا 2 تا حلقه اول و 3 تا حلقه باقی مونده رو یکی کنید. در ادامه 3 تا زنجیره. قلاب رو داخل این فضا کنید و یک پای بلند ناقص بزنید. باز نخ بگیرید، پای بلند ناقص دوم رو بزنید و باز یک نخ بندازید و پای بلند ناقص سوم رو بزنید. ابتدا 2 تا حلقه و مرحله دوم این 4 تا حلقه رو یکی میکنیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. از همین دستور 3 بار دیگه تکرار میکنم. 3 تا پای بلند ناقص میزنم و ابتدا 2 تا حلقه و در ادامه 4 تا حلقه باقی مونده رو یکی میکنم. باز 3 تا زنجیره میزنم. دستور تکرار، 2 بار دیگه تکرار. به انتهای ردیف رسیدم و اتصال رو روی اولین زنجیره. ببینید این بافت رو که تکمیل کردیم. اولین زنجیره، قلاب وارد و یک بست، یک زنجیره و از نخ جایی میذارم و برش میزنم. انتخاب رنگ ها به سلیقه خودتون بستگی داره. ردیف اول رو با این رنگ آبی بافتم. مخفی کردن نخ رو هم بهتون یاد بدم که اگر کار رو به صورت تک لایه بافتید به چه صورت نخ ها رو مخفی کنید. نخ مرکز بافت رو به این صورت جمع کنید. بعد از اینکه نخ رو از زیر این چند تا حلقه عبور دادین، این نخ رو بیارید به لبه بافت هدایت بدین و از داخل این حلقه پشتی خونه کناری هم عبورش بدین تا برسه به این فضای تک زنجیره. این نخی هم که در مرکز بافت هستش، همزمانی که ردیف بعد رو میخوایم ببافیم این نخ رو هم مخفی میکنیم. ردیف بعد رو با رنگ بنفش میبافم. یه گره ایجاد میکنم، نخ میندازم روی قلاب. یکی از این نخ ها رو ببینید همزمان در لبه بافت نگه میدارم و مخفی میکنم. قلاب رو از اینجا وارد کنید و یک پای بلند بزنید. باز نخ بندازید و داخل همین فضا 2 تا پای بلند، 1 و 2. ببینید این نخ کم عرض رو رها کردم. 2 تا زنجیره میزنم و داخل همین فضا باز قلاب رو وارد کنید و 3 تا پای بلند، 1 2 و 3. اینجا دیگه از این نخ برش میزنم. ادامه میدم و این دستور رو داخل سایر فضاهای 3 زنجیره تکرار میکنم. 3 تا پای بلند میزنم و 2 تا زنجیره و باز همینجا قلاب وارد و 3 تا پای بلند، 1 2 و 3. مشاهده میکنید 3 بار دیگه تکرار. بافت رو انجام دادم. در انتها اتصال رو روی اولین خونه. ببینید اینجا برقرار میکنم. اگر که با 3 تا زنجیره آغاز کرده بودین که داخل زنجیره سوم قلاب رو وارد خونه دوم میکنم و یک بست میزنم. ابتدای ردیف رو با 3 تا زنجیره آغاز میکنم که به اندازه 1 پای بلند هستش.
داخل خونه بعدی رو هم یک پای بلند و داخل فضای اول 3 تا پای بلند، 1 2 و 3، 2 تا زنجیره و باز داخل همین فضا 3 تا پای بلند، 1 2 3. داخل خونه اول و دوم رو هم باز می بافم. ببینید مقداری از این بافت رو هدایت میدم تا به راحتی قلاب رو وارد اولین خونه کنم. خونه اول و خونه دوم. نخ بندازید روی قلاب، میریم سراغ دسته دوم. با خونه اول کار نداریم. داخل خونه دوم و سوم ببینید اینجا قلاب وارد و یک پای بلند. خونه بعدیش یک پای بلند. داخل فضای دوم هم مانند فضای اول 3 پای بلند، 2 و 3، 2 زنجیره و باز 3 تا پای بلند داخل همین فضا، 1 2 و 3. باز داخل این خونه و خونه دوم، خونه اول قلاب را از اینجا وارد کنید و یک پای بلند. داخل خونه دوم هم یک پای بلند و با خونه سوم کار نداریم، میریم سراغ دسته سوم. پس با خونه اول و آخر کار نداریم. همین دستور تکرار تا به انتها برسیم. به انتها رسیدیم و اتصال رو داخل زنجیره سوم برقرار میکنیم. ببینید هر 2 تا شیار زنجیره رو بندازید روی قلاب و یک بست، یک زنجیره و از نخجایی بذارید و برش بزنید. از رنگ شیری برای ردیف بعد استفاده میکنم. یک گره ایجاد میکنم. یکی از این گوشه ها رو لحاظ کنید روی این دسته. من با خونه اول کار ندارم. نخ بندازید روی قلاب، از داخل خونه دومش قلاب رو وارد کنید و یک پای بلند بزنید. داخل سایر خونه ها هر کدوم یک پای بلند میزنم تا به قسمت گوشه برسم. ملاحظه میکنید 4 پای بلند ایجاد شد. داخل گوشه اول باز 3 تا پای بلند، 1 2 و 3، 2 تا زنجیره. همینجا باز 1 2 و 3. داخل این 4 تا خونه ببینید 5 تا خونه رو مشاهده میکنید. داخل 4 تا خونه رو ما باید هر کدوم یک پای بلند بزنیم. قلاب رو از اینجا وارد کنید. 1 2 3 4. خونه 5 بدون باف رها میشه. میریم سراغ دسته بعدی. خونه اولش رو نمی بافیم. داخل 4 تا خونه بعدی رو من می بافم. 1 3 4. دستور 3 پای بلند و زنجیره و 3 پای بلند رو داخل این گوشه باید تکرار کنیم. 2 زنجیره و 1 2 و 3. باز به این 5 تا خونه رسیدیم. داخل 4 تا خونه اول 1 2 3 و 4. خونه 5 بدون باف رها میشه. باز به این دسته میرسیم. خونه اول و آخرش بدون باف رها میشه. تکرار. به انتهای ردیف رسیدم و اتصال رو داخل اولین خونه برقرار میکنم. یک بست میزنم. روند بافت مشخص شد. اگر این دسته رو لحاظ کنید ما خونه اول و آخر رو نمی بافیم. این چند تا خونه بافته میشه تا به قسمت گوشه برسیم و دستور گوشه رو اجرا کنیم. باز داخل این چند تا خونه رو می بافیم و خونه آخر بدون باف رها میشه. به اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید
این ستاره بسیار زیبا رو ببافید. من برای بافت دستگیره در مجموع 6 ردیف میبافم. با این طرح زیبا میتونید فرشینه ببافید و به اندازه‌ای که مد نظرتون هستش حتی به عنوان بافت اسکاچ هم میتونید استفاده کنید. برای بافت اسکاچ 4 ردیف ببافید و ردیف پنجم رو مانند آنچه که من توضیح میدم در ردیف آخر عمل کنید. ملاحظه میکنید 6 ردیف رو ایجاد کردم، بافت رو کنار میذارم، یه بافت شبیه به همین باز ایجاد میکنم برای قسمت پشت بافتم و اتصال رو روی اولین خونش برقرار کردم و یک بست و یک زنجیره و از نخ جای گذاشتم و برش میزنم. اضافه نخهایی که در پشت بافت مشاهده میکنید یا برش بزنید. بعد از اینکه لابلای بافت مخفی کردین برش بزنید. حالا 2 قسمت پشت بافت رو روی همدیگه منطبق میکنم. این ردیف رو هم تقریبا مشابه به قبل میبافیم. قلاب رو از داخل اولین خونه و اولین خونه اینجا ببینید وارد و یک بست میزنم. همونطور که گفتیم ما خونه اول رو بدون باف رها میکنیم. قلاب رو وارد خونه دوم و خونه دوم روبروش میکنیم و یک بست و 3 تا زنجیره میزنیم. باز مانند آنچه که قبلا توضیح دادم این قسمت رو میبافیم تا به این وسط زل برسیم. پس من اینجا رو میبافم. مشاهده میکنید 2 قسمت لبه بافت رو به همدیگه متصل میکنم. اگر که اسکاچ بافتین میتونید هم به صورت یک لایه اسکاچتون رو ایجاد کنید. در وسط زل باز دستور 3 پای بلند و 2 زنجیره و 3 پای بلند رو اجرا میکنیم. 1 2 و 3. باز خونه اول و خونه اول فضای روبروش این خونه ها رو با هم دیگه میبافیم. ببینید این خونه ها رو بافتم، از اینجا بافتم، خونه آخر بدون باف رها میشه. قبل از اینکه بریم سراغ دسته دوم من داخل این فضا و فضای روبروش قلاب رو وارد میکنم و یک پای کوتاه میزنم. باز خونه اول رو بدون باف رها میکنم، تکرار میکنم، خونه آخر رو هم بدون باف رها میکنم و در وسط زل یک بافته پای کوتاه میزنم. این دستور تکرار. به گوشه دوم رسیدم و میخوام بند رو ایجاد کنم. داخل گوشه بعدی هم میتونید این کار رو انجام بدید. من برای اینکه توضیح بدم 3 تا پای بلند میزنم و 10 یا 12 تا زنجیره میزنم. من 12 تا میزنم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. باز نخ میندازم روی قلاب و داخل فضا رو 3 تا پای بلند میزنم. 1 2 و 3. دیگه تکرار میکنیم تا به انتهای ردیف برسیم. این دوربافی هم انجام شد و بعد از اینکه این پای بلند رو زدم داخل این فضا یک پای کوتاه میزنم و برای اینکه یک خونه شبیه دور کار ایجاد کنم حدود 10 سانت از نخ رو جای میذارم و برش میزنم و
یک خونه شبیه دور بافت ایجاد میکنم. با بافت 3 زنجیره کار ندارم. یک خونه شبیه دور کار ایجاد میکنم. از داخل خونه اول نخ رو عبور میدم. ببینید از داخل شیاره پشتی پایه کوتاه. باز نخ رو عبور بدین. این نخ رو بکشین تا سایز خونه به اندازه سایر خونه ها برسه و از داخل 2-3 تا از این حلقه های پشتی خونه ها عبور بدین که دیگه محکم شه. و اضافه نخ رو هم به این صورت، به صورت رفت و برگشتی میبرم و در داخل بافت مخفی میکنم. ببینید از همینجا که خارج شد یک خونه عقب‌تر این سوزن رو عبور میدم و خارج میکنم. اضافه این نخ رو هم برش میزنم. برای اینکه حالا ایستایی بافت بهتر باشه من معمولاً بعد از اینکه دستگیره ها رو ایجاد میکنم با فاصله حدوداً 2 سانت از بافت به بافتم بخار میزنم تا حالا حالت ایستایی بافت بهتر شه.